الهی که این دعاهای قشنگ پیشوای چهارممون که در زبور آل محمد آمده، صحیفه شریف سجادیه، در حق هممون به هدف اجابت برسه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی خوشحالم که بازم میتونم محضر استاد محمدی شاهرودی عزیز و شما باشم و درباره موضوع برنامه‌مون که معاد هست با هم گفتگو بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. متشکرم. عاقبت بخیر باشید ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان از یادشون باشه موضوع بحث ما رخدادهای قبل از قبض روح بود که شاید که دو موردش رو گفتیم، مثلا این که انسان همه فراز نشیب‌های عمرش رو با همه جزئیاتش مشاهده میکنه و از اون فرازهای نورانیش به شدت خوشحال میشه. لحظاتی که دوستان اینجا نشستن و دارن این برنامه رو میبینن که بحث تعلیم هست، از زیباترین و پربهجت‌ترین و پرنورترین فرازهای عمر انسان محسوب میشه. گاهی 1 ساعتش از 1000 سال عبادت، نورانیتش و ارزشش بیشتر. پس جز اولین اتفاقاتی که قبل از مرگ بر ما میفته اینه که همه فراز نشیب‌های عمرش زندگیمون رو خیلی سریع با ما نشون میده. همه تمام. عجب. از اون فرازهای زیبا و نورانیش خوشحال میشه، از اون فرازهای تاریک و ظلمانی و آلودش غمگین میشه و غمی که قابل وصف نیست و شادی که باز قابل وصف نیست. یعنی مثلا همون مثلا 5 دقیقه خوابمون میبره به اندازه 3 ساعت خواب دیدیم توی مدت زمان خیلی کوتاهی ولی کلی اتفاقات ما میبینیم. همینطوره. میشه گفت بدون زمان. حالا بخوایم تعاونی حساب کنیم کسی از مثلا ثانیه. آره. در کسی از ثانیه انسان 70 سال فیلم رو میبینه. الله. اونم با همه پیامدها و جزئیات و شبکه‌ای. الله. دومین حادثه که رخ میده مشاهده اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت به بالین مؤمن حاضر میشن. پیامبر به امیرالمومنین فرماید که ایشون تحت ولایت شماست بوده. از میکنه بله یا رسول الله ایشون تحت ولایت ما بود. به اسرائیل میگن که ایشون متولا به ولایت ما هست. اسرائیل به اون مؤمن میگه که من از هر پدر و مادر مهربانی به تو مهربان ترم. من مأمورم که تو رو مخیر کنم بین بازگشت به دنیا و قبض روح. هیچ مؤمنی نیست که به میخوام برگردم. تو این زندگی پس زندگی دیدی که همشون گفتن نمیخواستیم برگردیم. دقیقاً اصلا دلشون نمیخواست برگردن. هیچ مؤمنی نیست که بگه میخوام برگردم. همه میگن که قبض روح هر چه سریعتر. ملحق شدن به پیامبر و اهل بیت و به اتفاق اونها رفتن تو بهشت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. داخل جنت. داخل این 14 معصوم این بندگان وادخلی جنتی. اینم از اون حوادث بسیار زیبا و دلچسب. البته این نسبت به اهل بیت رو ما فقط نسبت به مؤمنین داریم. درست. حدیث از امیرالمومنین علیه السلام هست ذیل همین آیه که من گفتم. دوستان که اهل مطالعه هستن تو تفاسیر روایی مثلا مثل البرهان، مثل نورالثقلین، دقایق، اونجاها این روایات اونجا خواهند دید از امیرالمومنین علیه السلام. ولی مشاهده امیرالمومنین اختصاص به مؤمن نداره، همه میبینندش. خود حضرت اینو شیعه و سنی نقل کردن، فرمود من یموت یرانی، هر کس، من هر کس، هر کس بمیرد برای خواهد دید، من مؤمن او منافق قولا رویا روی. اون شاعر گفته که ای که گفتی فمن یموت یرانی، جان فدای کلام دلجویت. ای جان کاش روزی 1000 مرتبه من مردمی تا بدیدم این رویت. کاش روزی 1000 بار میمردم که تو رو ببینم تو هنگام مردن. آره والله. خب این هم یکی از حوادث قبل از قبض روح هست که حادثه بسیار مهمی است. دیگر از حوادثی که اون زمان رخ میده تمثل مال و اهل و اولادی که و عملی که قبلا گفته بودیم. دیگر از مواردی که باز اون لحظه رخ میده تلاش شیطان برای سرقت ایمان انسان. شیطان میدونه که این شخص با ایمان از دنیا بره همه زحمتاش هدر رفته. با ایمان از دنیا بره هرچی هم گناه کرده باشه به هر حال یه زمانی به بهشت راه پیدا خواهد کرد. برای همین
همه هم و غمش رو صرف میکنه تا جایی که راه داره. خلاصه بله تا لحظه آخر تلاش نه اتفاقا هم لحظه آخر انرژی های همش با هم جمع میکنه ها. تازه بیشترین کارش رو تا اون لحظه انجام میده. حالا من چند تا سوال دارم که دوستان عنایت داشته باشن این سوالات. سوال اول این که شیطان که بر ما سلطه نداره. خدا قرآن میگه ما کان علی علیکم سلطان، من سلطنت و غلبه بر شما ندارم، فقط دعوت کننده است. دعوت کننده است. خب چطور شیطان میتونه ایمان رو به سرقت ببره؟ چطور میتونه در وجود ما وارد بشه؟ از چه راههای شیطان بر ما سلطه پیدا میکنه؟ راههایی که شیطان بر ما سلطه پیدا میکنه. بله. این یک سوال. سوال دومی که کدام ایمان رو شیطان به سرقت میبره؟ یعنی هر مؤمنی میتونه ایمانشو بدزده یا نه؟ بعضیا هستن که ایمانشو به سرقت میبره. بر حسب که در قرآن اومده یا در روایات اومده کدام ایمان رو شیطان میتونه به سرقت ببره. و سوال سومی که چیکار کنیم که از ادیله عند الموت نجات پیدا بکنیم. آره میخواین که ذهن مردم هم درگیر بشه. خیلی هم عالی، خدا خیرتون بده. ولی یه تلنگر عجیب بود برای من و مثل من که تا اون لحظات آخر هم ما در امان نیستیم واقعا از وسوسه های شیطان. آقا امیرالمومنین علیه السلام به پیامبر عرض میکنه که وقتی که من ضربت میخورم دینم سالمه، افی سلامت من دینی. بهش فرمود که با خون فرقت محاسن تو خضاب میکنن، قرمز میکنن. آره. نگفت کی، چرا، چه گناهی کردم، چه کارش کنم. فرمود افی سلامت من دینی. اون موقع دینم سالمه. پیامبر فرمود بله دین سالم. اینی که شنیدم خیلی از علما، بزرگان، عرفا میگن بهترین دعای عاقبت به خیریه. عاقبت آدم به خیر بشه چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست دیگه. واقعا تا ثانیه های آخر معلوم نیست تکلیفمون چی میشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. خدای آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر کن به برکت این شب‌ها و روزها که بهترین ساله. و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه میدین؟ بفرمایید. خب خیلی ممنونم. با افتخار سوالات شما پیش روی منه و با اجازه استاد عزیزم من سوالات رو خواهم پرسید. شما پرسیدن دلیل انتقال روح به برزخ بعد از مرگ چیه؟ با توجه به روشن بودن پرونده هر انسان در دنیا مگه برای خداوند کاری داری که بلافاصله بعد از مرگ تکلیف انسانها رو از بابت بهشتی و یا جهنمی بودن تعیین کنن؟ اولا که انتقال که خب اینجا درست نیست، چون روح که انتقال نداره، روح که مکان نداره خود منتقل بشه. دوم این که برزخ فلسفهش اینه که همه کسانی که بناست به دنیا بیان همه باید عمرشون تموم بشه، یک جا تو قیامت جمع بشن. قیامت یوم الحشر، یوم الجمع. چرا؟ چون اگر شما یه کار خوبی انجام دادید، همینجور که ما نشستیم من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، این کار فقط کار من و شما نیست. پشت این کار صدها بلکه هزاران انرژی وجود داره که این انرژی ها بعضی برمیگرده به 1000 سال پیش، به 1400 سال پیش. اگر قیام امام حسین نبود امروز من و شما اینجا این حرفا رو نمیزدیم، چون اسلامی باقی نمانده بود که بخوایم دربارش صحبت کنیم. بقای اسلام به برکت قیام امام حسین. پس هر ثوابی که ما میبریم امام حسین و یاران امام حسین هم باید ببرن. همه جمع بشن یک جا که به حساب که رسیدگی میشه. گناه هم همینطوره. شخصی که مثلا فرض کنین فردی که مرتکب خلاف شرع میشه گناهش به 100 جا وابسته هست. اون خانمی که بی حجاب اومده بیرون اون نقش داشته در این گناه این شخص. اون سنتی که 100 سال پیش یه پولدار گذاشته، اگه اون سنت نبود این گناه نبود. اون تاریخی که پشت سر گذاشته، اون حکومتی که الان حاکم هست. پس برای حساب کتاب دقیق لازمه که همه به انتهای عمرشون برسن. بله، همه اون باقیات و صالحاتی اگه بوده یا بالعکسش اگه بوده همه اینا به حساب برسه تا بعد بتونن همه یک جا جمع میشن. اون وقت اما تو برزخ نمیشه، چون یه عده به دنیا نیامدن. راست میگی. یه عده که از دنیا رفتن 1000 سال پیش، 2000 سال پیش. بله. اینا اونجا یک جا جمع میشن و به حساب همه رسیدگی میشن. نکته بعد این که در واقع برزخ به نوعی ادامه دنیاست. یعنی اون
کارهایی که انسان در دنیا نتونست انجام بده، نرسیده، درست، اون در برزخ ادامه پیدا میکنه. مثلا طرف قرآن رو شروع کرد، تموم نشد، عمرش تموم شد و مهلتش نداد که بخواد، اونجا ادامه میدن، اونجا یادش میدن. نیتش بوده که تمام کنه اما نتونست. داره امام کاظم فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن ولم یحسن القرآن علم فی قبره. کسی که از دنیا رفته از شیعیان و دوستان ما ولی قرآن رو کامل نکرده، اونجا تو قبر تو برزخ تعلیم میدن بهش، یادش میدن. لأن درج الجنه بعدد آیه القرآن فیقال لقار القرآن اقرأ ورقه. چون درجات بهش به تعداد آیات قرآنه، یعنی 6236 درجه. به قاری قرآن، به حامل قرآن میگن بخون برو بالا. جایگاهش در بهشت به میزان قرآنی بودنشه. عجب. حالا شیعیان اهل بیت نباید کمتر از دیگران باشن، این نقص تو برزخ برطرف میشه. درس و تدریس، تعلیم، نه تربیت که کامل. درست. پس در برزخ این استکمال هم هست، به نوعی ادامه دنیاست. در قیامت دیگه خب اونجا به حساب رسیدگی میشه و کار تموم میشه دیگه. بعد از اون دیگه نمیگن که بیا یادت بدیم مثلا چیکار کردی چیکار نکردی. ما استکمال در بهشت هم قبول داریم، تا استکمالی که در برزخ هست خیلی فراتر از اون چیزی است که در قیامت و در بهشت خواهد بود. یه سوال دیگه بپرسم، شاید ربط داشته باشه به فرمایشاتون. این مدل کاراچی این ادامه پیدا میکنه یا نه؟ مثلا کسی یه نیت خیری کرده، آقا من یه پولی واریز بکنم به یه آدم فقیری، کار خیره دیگه. بله. همین اومدم دستم بره روی تلفن همراه مثلا از طریق این نرم افزارا پرداخت بکنم، سکته کردم مردم. بله. خب اون که نوشتن به حسابش. همین که انسان نیت کار خیر کرد به حساب نوشته میشه. حالا اگه انجام بده ضرب در 10 میشه. انجام نداده اون عمل رو نوشتن به عنوان ثواب. به محض اینکه شما نیت کار خیر کردی، حضرت آدم به خدا عرض کرد خدایا تو شیطان رو بر فرزندان من مسلط کردی، هم مانند خون در رگ‌ها در بین فرزندان من اون جریان داره. وقت اینا چیکار کنن؟ خداوند فرمود که خب من به ازای هر کار خوبی که انجام بدن 10 تا حسنه میدم. آره. اگرم فقط نیت کنن حسنه رو می‌نویسم براشون. این مدل نیت چی؟ من مدتی تو ذهنم هست یه کار خیری بکنم. بله. تو اون قبلی عرض کردم داشت انجام میداد، ولی این نه، هنوز به فعلیت نرسیده. تا نیت کرد می‌نویسن. عجب. تا نیت کرد می‌نویسن، ولی موفق نشه. ولی عمدن هم نره بعدش. گفت برم مسجد نماز جماعت بخونم، بعد گفت نه بذار فوتبال رو ببینم دیگه ولش کن. خب عمدن نرفت دیگه. آره. باز هم نوشته میشه. بله. پس تا میتونه آدم سرشار باشه از نیت‌های خیر. بله. یکی از آثار نیت خیر اینه که روزی انسان زیاد میشه. آره، خوب بخواد برای دیگران، برای خودش، برای نیت خیر همیشه یکی از آثارش. بله بله. اما از اون طرف گناه اینجوری نیست. کسی نیت میکنه برام فلان گناه انجام بده، نمی‌نویسن. میره انجام میده. اون عتید که دست چپی که میخواد بنویسه، رقیبش میخواد ننویسه، شاید این یه ساعت دیگه توبه کرد، تا 7 ساعت بهش مهلت میده، اگر توبه کرد ننویسن. خدا اینا رو به آدم گفت. خدا زیادش کن، بیشتر. گفت که توبه رو بست دادم برای فرزندانت که تا زمانی که جان به اینجا نرسیده من قبول میکنم توبهشون رو. اونجا اول گفت که حسناتشون 10 برابر میکنم، سیئاتشون رو 1 برابر، حسنه رو نیتشو می‌نویسم، سیئه رو نمی‌نویسم. گفت بازم بیشتر. گفت توبه بست توبه دادم تا زمانی که جان به گلو برسه. گفت که باز هم اضافهش کن. آدم از خدا تقاضا کرد. گفت که میبخشم بدون حساب کتاب، باکی هم ندارم. گفت بس خدا دیگه بستم. دیگه بستم. بله. پس اون گناه، نیت گناه حساب نمیشه، ولی نیت ثواب حساب میشه. و حالا بله اگه انجام داد ضرب در 10 هم میشه. من جا بالحسنه فله 10 امثالها و من جا بالسیئه فلا یجزی الا مثلها. خب حالا این راجع به این که عرض کنم که برزخ آثار دیگری هم داره که بعدش من عرض کردم، بعدش هم میشه تو بحث برزخ که رسیدیم توضیحات دیگر هم خواهیم داد ان شاء الله. قربون خدای مهربونمون بشم. بله. یعنی این حد از
رحمانیت و رحیمیت قابل درک نیست به نظرم. همونطور حالی که میفرمایید یه تلألویی شعاعی از مهربانیت خدا رو ما. یه موردی هم بگم حالا که شما گفتید. خدا رو شکر. روز قیامت که میشه خدای متعال بنده مؤمن رو فرا میخونه، گناهاشو یکی بهش میگه، گناهانی که هیچ کس ننوشته، کرام الکاتبین ننوشتن، هیچ کس ثبت نکرده. عجب. آره میگه یاد میاد فلان جا فلان گناه رو کردی، من دستور دادم ثبت نشه، به فراموشی سپردم. چقدر خوب. آره میگه بله، یکی یکی هی میگه تا میرسه بعضی از گناهان که اگر بگه بنده خیلی شرمنده میشه، خدا اون گناه ها رو به خودش هم نمیگه. اصلا نمیگه. از خودش هم نه تنها قبلا ثبت نشده، بله. الان هم خدا نمیگه، به خودش هم نمیگه، به روش نمیاره که خجالت بکشه. الهی. خدای کامل داریم که کرام الکاتبین الذین وکلتهم بحفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی مع جواره و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم فبرحمتک اخفیت و بفضلک سترت. اونایی که پنهان کردی اونا رو خدا شاهده. اینا رو اونجا بهش میگه، بعد میگه بله خدا یادم میاد. اون گناهانی که شرمندش میکنه اونها رو به خودش هم نمیگه، که خودش هم غصه نخوره که حالا خدا مثلا این گناه رو بروش آورد. آره. یه همچی خدایی ما داریم، بعد تو زندگی کارایی میکنیم. نمیدونم، پناه بر خدا. یه چیزی هم من تو ذهنم اومد، این که فرمودید جان مثلا از میرسه به گلو و اینا، تو سوالات دیدم، حالا نمیدونم کی بهش برسیم، الان تنور داغ من بچسبونم، شاید برای مردم الان این سوال پیش اومده باشه. جان از پایین بدن انسان شروع. اصطلاحه. اصطلاحه. این اصطلاحی است که مردم میگن جان به گلوش اومد، جان به حلقش رسید. نمیدونم، ولی اینجوری نیست. نه، که مثلا از پایین کم کم شروع تا بیاد به اسم. خب عرضم حضور شما که گفتن ما از یه طرف شنیدیم که خواب حجت شرعی نداره، ولی از یه طرف هم بارها شاهد بودیم اموات از طریق خواب خواستن با اهل دنیا ارتباط بگیرن. شما هم فرمودین این موضوع بسته به اینه که چقدر اجازه داشته باشن. ممکن هست تشخیص این که وقتی مرده‌ای رو در خواب می‌بینیم حاوی پیام هست یا نیست، این چطور باید اینو متوجه بشیم؟ بله، اینکه خواب حجیت شرعی نداره برای غیر معصوم درسته، اما حجیت شرعی نداره معناش این نیست که درست نیست. رویای صادقه نداریم رویای صادقه. انقدر اتفاق میفته که خود انسان دیگه صدها بار ممکنه که رویای صادقه رو دیده. پس اصل این که رویای صادقه وجود داره 100% وجود داره، شکی درش نیست. همه ما فراوان دیدیم که یه شهیدی رو شهید مدافع حرم از سرداران سپاه بود، خوابش دیدم، همون هفته اول بود، هنوز 40 برگزار نشده بود. خیلی صحبت کردیم با هم، اونم تو خیابون تو کوچه. من تعجب می‌کردم چرا نمیریم خونه ایشون یا خونه ما که خیلی دور نبود. خب صحبت می‌کردیم. از جمله سوالی که من ازش پرسیدم این بود که بهش گفتم دوست داری برگردی به دنیا؟ گفت آره. منم خندیدم، با تعجب گفتم برای چی؟ چون می‌دونستم خب شهید شده با اون جایگاهی که داشت تو دنیا هم آدم خیلی خوب و زرنگ و پرکار، دلسوز. گفتم برای 3-4 بار این سوالو پرسیدم، هر بار می‌پرسیدم میگفت آره دوست دارم برگردم. منم تعجب می‌کردم، با تعجب گفتم برای چی؟ نمیگفت برای چی. بعداً حدیثی از پیامبر دیدم که فرموده بود هیچ مؤمنی که از دنیا رفته دوست نداره برگرده به دنیا مگر شهید، که چون یک بار لذت شهادت رو چشیده دوست داره برگرده به دنیا دوباره بازم شهید شه. اونجا ما فهمیدیم که این شهید چی داره میگه. جالبه که همونجا گفتم وایستاده بودیم، یکی از علمای بزرگم تو این جریان منا فوت کرده بود. خب برای این دوتا اونجا مجلس ختم 40مشون رو گرفتن، هر دوشون رو خیابونا رو بستن، همونجا رو فرش کردن، همون جایی که ما خوابش بودیم وقت سخنران اونجا اصلا من بودم. باریکلا. حالا این ایستادن اونجا و صحبت کردن و این مذاکره همه برمیگشت به این که همینجا بناس تو خیابون ها تو کوچه هایی که اونجا بود. بله خلاصه خواب حجیت از این جنس اگه باشه خواب صحیح زیاد داریم. پیامبر فرمودن الرؤیا ثلاثه، خواب 3 نوع هست. تبشیر من الرحمن، همین رویا صادقه هست. تحذیر من الشیطان، خوابهای شیطانی است که القات شیطان. اضغاث و احلام، خوابهای در هم بر هم. بنابراین خواب صحیح داریم، اما معناش این نیست که حجت شرعی باشه. درست.
این دو تا رو از هم جدا بکنن مسئله حله. مسئله حل میشه. خیلی خوب. انشالله که بیشتر خوابایی که ما میبینیم از نوع اولش باشه که فرمودن رویای صادقه باشه. خیلی کیف میده، خیلی لذت بخش. آدم وقتی بیدار میشه کلی ای بابا چرا دوباره بخوابم میدم میتونم بقیه‌اش رو ببینم، ولی اون یک خوابا نه. خیلی خوب، بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم ادامه سوال شما رو میپرسم با افتخار. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 34 سوره مبارکه جاثیه رو با هم دیگه زمزمه کردیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که حالا به برکت برنامه یاد خدا یه چند آیه قرآن هم معمولا در روز توی این برنامه با هم دیگه تلاوت میکنیم. توضیحش با استاد محمدی شاهرودی عزیز باشه، بعد من سوالات شما رو میپرسم. بفرمایید. نکته اول اینه که فراموشی قیامت باعث میشه که انسان خودش رو فراموش کنه و جز غافلان باشه. در نتیجه دیگه به مقصد نخواهد رسید، به زانو در خواهد آمد. بله. خود جاثیه هم به همین معناست. یعنی به زانو در آمدن. بله. کلمه جاثیه میگه که چون شما اون لقاء یا روز قیامت لقاء ما رو، لقاء الله رو فراموش کرده بودید، خودتون فراموش شدید. خودتون فراموش شدید یعنی چه؟ یعنی هویتتون از بین رفت، یعنی جزء فراموش شده ها رفتید دیگه. بیداد. آره، بنابراین این بحثایی که الان هست یکی از آثارش اینه که انسان اون لقاء رو بیاد میاره که ما یه روزی با خدا ملاقات خواهیم کرد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. اون انسان بیاد میاره. بعد هم فرمود که خب وقتی انسان خودش رو فراموش کرد، یعنی اون انسانیت فراموش شد، اون چی که باقی میمونه دیگه، حالا حیوان بلکه کمتر از حیوانه دیگه، اون دیگه قابل ذکر نیست که بگیم چی باقی میمونه. یه موجود مسخ شده ای که هیچی نمیشه گذاشت. بله، خیلی ممنون. این سوال من که دارم میبینم به نظرم پرسیدیم قبلا، منتها حالا چون بالاخره هر روز و هر لحظه برنامه رو ممکنه بیننده ها نبینن، بد نیست یه بار دیگه هم حالا با ادبیاتی شاید متفاوت پاسخ به این سوال بدین. فرمودن که برزخ با دنیا قابل مقایسه هست، برای اینکه بعضی چیزا قابل فهم باشه میشه مثال بزنید؟ من مثالی هم که زدید حتی یادمه، حالا باز بله مثالم از من نبوده، همش بله حدیث اون حلقه و اینا که فرمودید همین اونها روایت بودن. بله حالا مثال یک میشه زد، باز اینم تو روایت هست، اینم گفتیم، مثال جنین در رحم مادر و دنیا. که اون رحم مادر و جنین میشه دنیا، برزخ میشه دنیا. این نسبت به این نسبت. یا اینکه گفتیم که یه هندوانه شما، یه هندوانه خیلی بزرگی نظر بگید، یه ارزن درونش باشه که میگیم داخلش هم بگیم که دنیا محیط برزخ محیط بر دنیاست. دنیا متداخل با برزخ. ما الان تو بطن برزخیم. همین جایی که الان نشستیم میتونیم هر جای برزخ میخوایم ببینیم، هر جا هم درست نیست. تمام اون محدوده ها اینجا موجوده، چنانکه همه اهل برزخ هم اینجا حضور دارن. مهم اینه که انسان بتونه این گیرنده ها رو فعال کنه. با چشم برزخی نگاه کنه، وقت بهشت برزخ رو میبینه، جهنم برزخ رو میبینه. که قرآن فرمود که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. شوخی و تعارف و بلوف نیست. همینجا که هستید حتما چون چند تا تاکید داره، لترون الجحیم، حتما جهنم رو میبینید. در اون خطبه 193 آقا امیرالمومنین فرمودن هم یعنی متقین و جنت و کمن قدر آها، همین تو دنیا بهشت رو میبینن، خودشون هم تو بهشت متنعم میبینن، جهنم رو میبینن، خودشون هم تو بهشت تو جهنم معذب میبینن. میشه انسان هم همینجا که از برزخ رو ببینه. پس ما درون برزخیم، ما محاط در برزخیم و برزخ هم محیط بر ماست. استاد ما گیرنده هامون خاموشه؟ بله. یا نه خرابه؟ نه خاموشه. موقع خواب نیمه فعال میشه. رؤیا همون فعال شدن گیرنده هاست. درست. اگه بخواد کاملا بگیره باید انسان بمیره. وقتی که روح از این بدن جدا میشه همه توجهش به اون بدن برزخی میشه و کل گیرنده کاملا دیگه روشن میشه. درست. عرض موضوع شما که گفتن، من واقعا مسئله فشار قبر رو نمیفهمم. فشار قبری که از اون صحبت میشه واقعا فشار فیزیکی قبره؟ برای یک جسد فشار قبر چه تأثیری داره؟ بله.
اینجا دو تا نظر هست. یک نظر اینه که بله فشار فیزیکیه، بدن رو به این بدن برمیگرده و این بدن تحت فشار قرار میگیره، که نظر ما این نیست. نظر ما اینه که فشار برزخیه، فشار ملکوتیه و به اون وجود برزخی هم هست، نه به این وجود خاکی که دفن کردند و هیچ نقشی هم نداره. شما هیچ قبری نمیبینید که کنارهاش به هم نزدیک شده باشه. این بدنهایی که نبش قبر شده، یک مورد هم مشاهده نشده که این بدن تحت فشار قرار گرفته باشه. فشار قبر معناش اینه که کسی که دو به همزنی کرده، چون جل فشار قبر از نمامی و سخنچینیه. این کسی که دو به همزنی کرده، حالا وقت دو تا کشور رو به جون هم انداخته، یه وقت دو تا همسایه زن و شوهر رو به جون هم انداخته، یا هر دو به همزنی کرده، یکی از پیامدهاش فشار قبره. اینجا دعاش حبس میشه و آثار دیگه هم داره. وقتی اونجا میره باطن این نمامی رو میبینه، حقیقت نمامی رو میبینه، انقدر زشته، انقدر خطرناکه، این مشاهده آنچنان اینو تحت فشار قرار میده بود برزخیش رو، که اگر بنا بود به این بدن وارد بشه، شیری که از مادر خورده بود از زیر ناخن پاش میزد بیرون. مشاهده نمامی. نمازی که ضایع کرده تو دنیا، نماز ضایع کرده، سردشکست ضایعش کرده، یک زیباترین موجود رو که از زیباترین موجودات رو معلولش کرده، ناقصش کرده. اونجا این نماز معلول رو میبینه، آنچنان تحت فشار قرار میگیره، آنچنان تحت فشار ملکوتی قرار میگیره که اصلا قابل تصور برای ما نیست. کسی که از نجاسات پرهیز نکرده، حالا در روایت داره بول که ما معتقدیم که بول خصوصیتی نداره، نجاسات، منظور نجاست، این پلشتی و قذارت نجاست رو اونجا میبینه که چه بلایی سرش اومده، تحت فشار قرار میگیره. کسی که سوء خلق داشته، بد اخلاق بوده، این بد اخلاق اینجا نمیتونه ببینه، اونجا حقیقتش رو میبینه. ای وای، مشاهده حقیقت اون فشار قلب آنچنان تحت فشار قرارش میده که اصلا قابل تصور نیست. پس غیبت کرده، فشار قبر ایناست. بله، غیبت کرده، اونجا حقیقت غیبت رو میبینه، وجود برزخی غیبت رو میبینه که خوردن گوشت مرده برادر خودشه. ای وای. یعنی تنفر به توان 4، به توان 4، نه ضرب در 4. پناه بر خدا. پناه. بازار غیبت هم گرمه متاسفانه، فضای مجازی. و خب پس ما دو کار کردیم. یک، حقیقت فشار قبر رو گفتیم. دو، عوامل فشار قبر رو 5 تاشو گفتم. یکی دیگه هم اضافه میکنم، تزیین نعمت‌های خدا که تو ایران ما تا دلتون بخواد انرژی رو ضایع میکنیم، آب رو تضییع میکنیم، نان رو اسراف میکنیم، تضییع میکنیم. یکی از پیامدهای تزیین نعمت‌های خدا فشار قبره. چند تا شد؟ 6 تا فرمود. 6 تا. 6 عامل هست که باعث فشار قبر میشه. پناه بر خدا. خدا کمک بکنه که دور باشیم از مجموعه عواملی که باعث فشار قبر میشه که 6 تا از مهمترینشون همون نمامی بود. تو روایت جل فشار قبر از نمامی، سخنچینی مثلا. بله، میان دو خصم جنگشون آتش است، سخنچین بدبخت هیزمکش است. کنند این آن خوش دگربار دل، وی اندر میان کوربخت و خجل. تو ادارجات و تو فک و فامیل و نمیدونم، حالا تو ادارجات بیشتر مثلا آقایون این برون از این به اون بگو، از اون به این بگو، از رئیس برو پیش رئیس زیرا و اونو بزن، یا تو فک و فامیل مثلا بعضی وقتا ممکنه چه آقایون یکی از پیامدهاش، یکی از با تاکید می‌کنم یکی از پیامدهاش آثارش همین فشار قبر، یکی از همین یه دونش، چون که صد آمده دیگه همین یه دونش رو نمیشه تحمل کرد دیگه، چه برسه. پناه بر خدا از شر نفس و شیطان رجیم و اینا. انشالله که خدا کمکمون بکنه حواسمون بیشتر واقعا به تک تک اعمال و رفتار و نیت هامون باشه که تبعات زیاد داره مردم. خیلی استفاده کردیم. میشه یه دعا کنین برامون بعد خداحافظی کنیم؟ بله. اللهم ارزقنا خیر الدنیا و الاخره و اصرف عنا شر الدنیا و الاخره. خدا همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا دوستان عزیز بیننده ما رو، آنچه از خیر و خوبی که به پیامبر و اهل بیت و همه خوبان بندگانت عنایت فرمودی، به این جمع هم عنایت بفرما. هر شر و بدی که از پیامبر و اهل بیت دور کردی از
عزیزان بیننده ما، همه مؤمنین و مؤمنات و این دوستانی که اینجا زحمت میکشن از همه برطرف بفرما. الهی آمین. خیلی ممنونم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم که دل دادین تا پایان به برنامه خودتون. خدا کنه که اتفاقات قشنگ براتون بیفته و الانم که دیگه از پای برنامه بلند میشین حالتون خوب باشه، حال دلتون سر حال و قبران باشه.